هر دو اسم را خود پیغمبر خاتم به امام زمان هدیه کرد، هم اسمش را هم کنیه‌اش را. اسم خاتم، کنیه هم ابوالقاسم. این اسم و این کنیه برای هیچ امامی نیست الا ولی اصل. اینه که امام زمان رو بشناسید، اون جایی که عقل مبهوت اینه. اشبه الناس، شبیه ترین تمام مردم عالم، هم در خلق هم در خلق به من. اون چه پیغمبر داره همه در وجود اون منعکسه. اون چه پیغمبر خاتم داره چیه؟ علمیست که خدا در قرآن میفرماید و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. علم او به حدیست که آیت الکرسی رو بخوان، العلی العظیم. اون علی عظیم به علم پیغمبر خاتم که میرسه، تعبیرش اینه و کان فضل الله علیک عظیما. علمش به عظمتیست که خدای علی عظیم اون علم را عظیم شمرده، میرسه به خلقش. میفرماید انک لعلی خلق عظیم. هم اون علم هم اون خلق هر دو به مهدی آل محمد داده شد. امام زمان اینه.